أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعات متاعه فيها طويل. برای شادی رو حضرت امام آیت الله شهید است، آیت الله نجابر، آیت الله حاضر، آیت الله شهر، شهدای خطون باطن مرحوم آیت الله حسن محمد مجید است، آیت الله حسن محمد هاشم است. پدر مادرتون انباتون، پدر مادرمون انباتون، انبات خودتون، کسانی که در این مسجد نماز خواندن از زنها مردها، حساب محترم شهدا الله فاتحه بخوانید. بسم الله. خوبی مقدار دیگری از این خطبه بیان بشه که جناب قرآملی در وسائل شیعه این خطبه شعبانی را آورده، برای بعضی از فرازهاش گفته شد و حالا بعضی اشاره بعضی دیگری میکنیم. عرض کنم که فرمودن پیغمبر اکرم صلوات الله علیه که این شهر رمضان شهر عظیمی است و حسنات در مضاعف میشه، سیئات رو خدای تعالی محو میکنه. البته وقتی که این حرف میزنن پیغمبر اکرم منظورشون کسانی است که آماده اطاعت خدای تعالی هستن دیگه، یعنی مؤمنین، مسلمان ها، اونها که مؤمن هستن. خدای تعالی در این ماه اونها رو به مهمانی وعده گرفته، کسانی که قبول کردن که بیان برای مهمانی. اونهایی که حاضر نشدن که این خصوصیات رو ندارن. بعد فرمودن که یرفع فیه درجات رو افرادی رو که صاحب درجه هستن خدای تعالی در این ماه درجاتشون رو برو میبره. و من تصدق فی هذا الشهر بصدقة غفر الله له. خدای تعالی کسانی رو که در این ماه صدقه بدن بله خدا میبخشدشون، غفر الله له. من احسن الی ما ملکت یمینه غفر الله له. اونهایی که نسبت به پایین دستاشون، مثلا کارگراشون، کسانی که پایین دست هستن احسان بکنن و خدای تعالی اونها رو هم مورد غفران و خودش قرار میده. من حسن فی خلقه غفر الله له، من کظم فی غیظه غفر الله له، من وصل فی رحمه غفر الله له. کسی که حسن خلق در این ماه داشته باشه، خلقش رو در این ماه نیکو بکنه، خدای مورد بخشش خدا قرار میگیره. یک. و کسی که غیظش رو در این ماه نگه بداره، کظم غیظ کنه، خدا رو هم مورد بخشش قرار میده. کسی که حسن خلق در این ماه داشته باشه، خدا اون رو هم، و کسی که صله رحم در این ماه بکنه، خدا اون رو هم میبخشه. خب ما در مورد این سه چیز یه مقداری صحبت کنیم. سومیش رو حضرت فرمودن وصل فی رحمه، یعنی صله رحم در این ماه بکنه. معنی صله رحم یعنی این که با اقوامی که با اقوام خویشاوندان خودش پیوند بکنه، وصل بکنه. خب در اقوام طبقه اول پدر و مادر و فرزند هستن، طبقه دوم برادر و خواهر و جد و جده هستن، و طبقه سوم هم عمو و مثلا خاله و عمو و دوی اینا هستن و بچه هاش، هر کدوم از اینا بچه هاش. حالا معنای صله رحم چیه؟ یعنی که رحم یعنی خویشاوند دیگه، یعنی با اینها رفت و آمد داشته باشه، هر کی به حساب خودش، هر چه انتظار از اونا داره، خوبی بهشون بکنه، دستگیری ازشون بکنه، حاجتشون برآورده بکنه، اوقات تلخی بهشون نکنه، بلکه در اوقات تلخی هاش صبر بکنه، تحمل بکنه. این میگنش صله رحم کرده. خب نسبت به پدر و مادر توضیح میدن بعض روایات. نسبت جناب عالی نسبت به پدر و مادرتون
پهلو پدر مادرتون هستید، نوجوانه، جوانه، پهلو پدر مادرش هست، پهلو خواهر برادرش هست، قهرن شبان روز با اونا داره زندگی میکنه. ممکنه که پدر مادر همیشه اخلاق خوبی نداشته باشن، اما شما مؤمن هستی، اونا میلشون نیست حالا خوش اخلاق باشن. شما بخوای صله رحم بکنی، اینجا باید چه کار بکنی؟ بساز با اونا. یعنی اگر احیانا مادرت بابا چیزی به شما گفت، تندی کرد، شما در جوابش تندی نگید، بلکه خوشرویی. اگر گفت بابا این کارو بکن، با تندی بهتون گفت بگید چشم. مامان این کارو بکن، به تندی گفت بگید چشم. این میشه صله رحم. اون وقت اگر چنانچه مثلا پدر و مادر با بچه های خودشون، پدر و مادر آدم خوبی هستن، بچه هاشون آدم بالاخره جوانه، نوجوانه، تندی هستن، خشونت به خرج میدن. شما که پدر و مادر هستی، بچه ها مهربانی بکن تا بلکه اونا از خدا بخواه که اونا خوب بشن. خب این میشه صله رحم. و همچنین نسبت به خواهر برادرت، ممکنه خواهر برادر شما مثلا به شما بی‌اعتنایی بکنن، تندی بکنن، یه حرفی که مناسب شما نیست به شما بزنن، شما تحمل بکن. بعدم در عوض به اصطلاح شما احترام بگذار و قهر نکن ازشون، بلکه به اصطلاح اظهار محبت بهشون بکن. من شما رو دوست می‌دارم، شما هر چی هم بگن. این میشه صله رحم. حالا ببینید این صله رحم یه همچین چیزی است که همچین آثاری داره که بعد حالا می‌خونیم روایات 33 روایت در اصول کافی راجبی بیان شده. پسر عموت عمت، پسر عمت، دویت، پسر دویت، هر کس یه دفعه میاد با شما به اصطلاح یک طلبی از شما داره، دیر شده، شما بنا داشتی بهش بدی، دیر شده چند روز گیرتون نیومده، دم خانه در میزنه، میاد تو و تون به تندی به شما برخورد میکنه. شما اگر مناسب بدید در اون وقت به اصطلاح بگید میارم حتما، به اصطلاح عذرخواهی میکنم، چی میکنم؟ دیدی مناسب نیست، او رفتش، بعد زنگ بهش بزنید یا خودتون میدم خونش و عذرخواهی میکنید میدید بهش. این میگن صله رحم. و قش علی ذالک سایر به اصطلاح مراتب. پس صله رحم معنیش چی است؟ یعنی خود نگهداری از آنچه که به اصطلاح نفس آدم دوست نمیداره، خودش نگه بداره. نفس دلش میخواد پرخاش بکنه، دیگه اگر یک مثلا یه حرفی زدی 10 جواب 10 برابر میدم، اگر یک تندی کردی 10 برابر باید بشنوی. همطور که امام صاحب میفرماد شما بگو که اگر 10 چیزم بگی من یک حرفم بهت نمیزنم، جواب نمیدم، بلکه جواب رو به خوبی میدم. این میشه صله رحم. یه همچین صله رحمی هست که اون وقت یه همچین آثاری داره. 33 روایت در اصول کافی درباره این مطلب نقل شده که حالا شما یه صلوات داشتید که بیارم. خب این باب حسن خلقه خدمت جناب عالی. اول اینکه روایت 33 این باب حضرت 33 باب حضرت فرمود که در صله رحم این خصوصیات رو خدای تعالی نهفته. شما فکر بکنید علتش چیه؟ علت این که این خصوصیات در این صله رحم هست. من از کنم که روایت دیگه شنم بخونیم. از امام صادق ان صلة الرحم تزکی الاعمال. یک، یعنی صله رحم اعمال رو پاکیزه میکنه. چرا؟ چه رابطه ای است بین صله رحم و پاکیزه شدن عمل؟ و پاکیزه شدن عمل یعنی چه؟ و تنبل اموال، مال رو زیاد میکنه. به چه جهت؟ با صله رحم چیکار مال زیاد کردن؟ و تو یسر الحساب، حساب رو آسان میکنه. این 3 تا. و تدفع البلوا، بلا رو دور میکنه، دفع میکنه. و تزید فی الرزق، رزق رو زیاد میکنه. چرا اینجوریه؟ یعنی
اون کسی که صله رحم میکنه اعمالش پاکیزه میشه، باعث میشه عملش پاکیزه میشه. وقتی شما شبان روز با بابات هستی، با بابای به اصطلاح بد اخلاق مثلا فرض میکنم، مامانت بد اخلاق، برادر خواهد مثلا میگم بد اخلاق، و وقتی شما با اینا به خوبی راه میرید، جواب بد اخلاقی رو خوش اخلاقی میدید، با تبسم به اونا برخورد میکنی، قهر نمیکنی، هر چی میگن میگی چشم، میگی بابا برو این رو بستون، باش برو فلان کارو بکن، چشم، فلان چیزی بستون. میبینی پا رو نفس خودت داری میگذاری، این نفس رو داری کنترل میکنی، یعنی برخلاف میل خودت، چون امر خدای تعالی هست میگی چشم. وقتی نفس شما به اصطلاح به حساب خدا، اطاعت خدای تعالی اینجور زیر بار رفت و سرکوب شد و رفت یه کنار دیگه، یعنی روح شما، قلب شما، اونی که خواست خدا هست او آمد جلو، اطاعت شد دیگه، نفس رفت کنار، شیطان هم قهرن رفت کنار. خب اعمال دیگه تون به تدریج همینطور میشه، یعنی اونا پاک میشه، تزکیه میشه، این باعث میشه. خب اون وقت در رابطه در صله رحم همش این نیست که به تبسم بکنی، جواب بدی، چه بکنی. مثلا شما بعضی از قوم کشادن هستن، احتیاج دارن، شما میتونی کمکشون بکنی، قرض بهشون میدی، زبانن مثلا زبان و اصطلاح مالی که داری و کارهایی که ازت میاد بالاخره، نوشته هایی ممکنه به قلم، به زبان، به هر چی هست کمکشون میکنه. توی کمک کردن ها خدا شما رو مالتون رو زیاد میکنه. یعنی یک نوع صدقه بسیار مهمی هست که در روایت هم داریم، صدقه باعث میشه انسان هم مال زیاد میشه، هم بلا ازش دور میشه. بزام تو طول بلا رو دفع میکنه. توی صله رحم کردن اینجوری ها و حضرت در این روایت میفرما و در روایت دیگر هم هست، اما تیسر حساب رو آسان میکنه. چرا حساب آسان میکنه؟ چون یک وقتی شما در این رابطه که غالبا باش برخورد داره دیگه، یا فرزند داره، یا پدر داره، یا مادر داره، یا خواهر داره، یا هر چی داره، توی برخوردها داره اینجور خدای خودت تعظیم میکنی، خدای خودت همه عطا پیغمبر رو داری اطاعت میکنی، خب قهرن حسابت آسان میشه. چطور؟ رو اعمال دیگران تأثیر میذاره. یعنی حساب رسی مال چه است؟ حساب رسی زیاده معطل شدن حساب به خاطر غالبا سوء خلقه. در روایتی دارد که به نام خدا حال حسن خلق هم بعد میگه که امیدواریم به حق محمد و آل محمد سعی بکنیم هر کسی غضب زیاد داره، اخلاق بدی داره، خودش رو تزکیه بکنه، خودش رو خوشخلق بکنه. یکی از اصحاب پیغمبر عزیزم بسیار آدم خوبی هم بوده که بنده خدا فوت میکنه و حضرت میرن برای تشییع جنازه‌اش و هواشون هم در میارن، دست میگیرن و اطراف جنازه میگشتن، حتی با پنجه هم راه میرفتن. خب سوال کردن که آقا فرمودن که ملائکه ها آماده بودن به تشییع ایشون و لذا احترام اونا بوده یا خواستن نشون بدن به اصحاب که سوال میکنن اجازه جواب بدن. بالاخره ایشون رو دفن میکنه و خود حضرت هم با دست خودشون میذارنش در قبر. حالا یا خود کم زیاد این روایت مال خیلی سابق هست، نگاه میکنن داره از اصلش براتون بنویسه. بعدی که از اصحاب گفت که خوش به حاله که پیغمبر اکرم به تشهید آمدن، با دست مبارکشون رو در قبر گذاشتن، مثلا نمازش خوندن، اون وقت خوش به حاله. فرمون کی بود یا حفظه؟ گفتن فلان. فرمون نه، یعنی الان فشار قبر داره. این همه خوبی ها چرا؟ برای که ایشون سوء خلق داشته، خلقش خوب نبوده، یعنی تأثیر داره بالاخره. در این حالی که آدم خوبی بوده
به نظرش این اعمال سوء خلقش هم جوری نبوده که رو اعمال دیگرش تأثیر بگذاره که ازت به اصطلاح کاملا بی اعتنا بشن. حتما این مقدار سوء خلق داشته، یا به زنش درست راه نمیرفته مثلا، یا به بچه‌هاش درست راه نمیرفته، یا به برادراش، خواهرهاش، بالاخره که بعد اینو توضیح میدیم. همینطور در مقابلش هم هست دیگه، حسن خلق که به باب علاهده داره. بالاخره اینه که اعمال رو تزکیه میکنه، حساب رو آسان میکنه، مال رو زیاد میکنه و بلا رو از بین میبره و تزیید فی الرزق. این روایت آخرش است. و روایات دیگری که در این باب هست که الان از اولش عرض کنم خدمتتون که خدای تعالی فرمان از امام صادق از قول خدای تعالی نقل میکنن. اول سوره نساء و اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان الله کان علیکم رقیبا. پروا داشته باشید از خدا که سوال ازتون میشه، یعنی تقوا از اعمالتون سوال میشه. نسبت به خدای تعالی پروا داشته باشید و نسبت به ارحام رو عطف به خودش کرده، میگه واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام. رحم را هم همینطور، رحم یعنی قومکشاست که ان الله کان علیکم رقیبا. خدای تعالی رقیب یعنی به اصطلاح مواظب شما هست، همراهتون است و اعمالتون رو مشاهده میکنه دیگه. خدای تعالی قبل از همه پیغمبر و امام و ملائکه ها خدای تعالی است که همراه ما همیشه است و معکم. خلاصه که ازن فرماد که یه ارحام الناس ان الله عز وجل امر بشدتها و عظمها الا ترى انه جعلها منه. خدای تعالی دستور داده به صله رحم و او رو تعظیم کرده، بزرگش شمارده، نمید او رو از خودش قرار داده. میگه واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام. ارحام رو به اصطلاح ردیف خودش قرار داده، میگه مواظب رحم باشید، مواظب من باشید، الله مواظب رحم من باشید. این روایت اول این باب که صحیح است. غالبا هم روایاتش از جهت سند به اصطلاح از جهت سند خوب هستند. باز روایت چهارم این باب از امام باقر میفرماد صله رحم اعمال رو پاک میکنه، مال رو زیاد میکنه، بلا رو دور میکنه، حساب رو آسان میکنه و اجر رو عقب میندازه. چند تا روایت دیگه هم داره که میفرماد بعضی اوقات ممکنه یک شخصی 3 سال از عمرش بیشتر نمانده در اصل صله رحم و همطور که عرض کردم براتون عمرش میشه 30 سال و برعکس هم هست. یک کسی ممکن عمرش 30 سال باشه در اصل قطع رحم، یا در پناهگاه خدا ممکن عمرش کوتاه بشه، عمر زیاد میکنه. خب دیگه این حال خدا تعالی هست. خدای تعالی دیگه اراده کرده یه هم چیزی نسبت به و این هم که شنیدید که حضرت زین العابدین سلام الله علیه خودشون عمل میکردن و به ما هم یاد میدادن دیگه. یکی از پسر عموهاشون آمد پیش حضرت و اوقات تلقی کرد. حالا چجور بوده؟ بالاخره یه خورده تنده کرد به حضرت. قبل از تمام کردن رو باید عرض کنم که از امام صادق نقل شده که فرمودن شما نسبت به قوم خوشوی ما و پسر عموی ما دخالت نکنید، ما خودمون به اصطلاح خدای تعالی میخوام که بدیهای اونا رو که نسبت به ما میکنن ببخشه و خودمون شفاعتشون میکنیم. بالاخره پسرمون شد اما دو تندی کرد و یه دی از دوستان امام سجاد هم تشریف داشتن. یه بنده خدا تندی هاش کرد و یه شم حرفی نزد. حضرت نشستن دیگه کسی جرئت نداشت چیزی بگه، رفتش. بعد فرمود که شما شنیدید که بنده خدا چه گفته چه کرد؟ گفتن فرمودن میخواد تلاوی بکنیم؟ گفتن آقا ما که خیلی ناراحت شدیم، آماده بودیم برای پشیم تلاوی بکنیم، برای خود شما تشریف داشتیم و ما پشت تا بریم تلاوی بکنیم. او رفت و خونه رسیده بود. تو را فرمودن که والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین، یعنی از جمله افراد با تقوا اونایی هستن که کظم غیظ میکنن. الان هم از خصوصیات محرم نظام والکاظمین الغیظ، عفو میکنن از مردم، والعافین عن الناس
و خدای تعالی محسنین رو دوست می‌داره. اینا فهمیدن که حضرت منظورشون چیه. آمدن در خانه و در زدن و فرمود که صدا زدند و بیام آماده ظاهرا مثلا دیگه برای آماده دفاع و دلان فکر کردن میخواد کتک بخوره. فرمودن که تو به من یه همچه حرفی زدی. گفت ها زدم. فرمودن خب اگر در من بوده خدا منو ببخشه، اگر در تو بوده خدا تو رو ببخشه. این بنده خدا هم دیگه حضرت که در بغل و گفت نه آقا اینا هرچی من گفتم من سزاوار بودم. بله باز روایت دیگه که در اصول کافی اینم هست. در همین رابطه شاید همین بابو باشه که برای برادرمون خونده. بله خلاص روایت 23 همین باب هست که در زمان حضرت صادق که تقریبا اواخر بنی امیه بود و سقوط اونها و اوائل بنی عباس بود، اوضاع در ممالک اسلامی در شهرهای اسلامی و اینا یه خورده به هم ریخته شده بود و خب یه دی از سادات حسنی با هم دیگه جمع شده بودن که یکی از خودشون رو به عنوان خلیفه به مردم معرفی بکنه. خب دیگرون هم دیگه آماده شده بود از جمله منصور دوانقی و عباسیان. اون وقت سادات حسنی جلسه تشکیل دادن. من جمله از اونها از کنم که عبدالله ابن حسن بود. عبدالله ابن حسن مثنا زارا. ایشون فرزندی داره به نام محمد. حالا سادات هم جمع شدن از حسنی و غیر از حضرت صادق هم تشریف دارن. منصور دوانقی هم از جمله کسانی بوده که علیه بنی امیه میرفته روی کرسی به اصطلاح بر اونا لعنت میکرد و بر امام حسین گریه میکرده، سینه میزده. این عبدالله به امام صادق گفت آقا بچه من اسمش محمد و این همون شخصی است که پیغمبر اکرم دست گفت فرمودن به اینکه خروج میکنه و قیام میکنه و یه قام آل محمد همه ای هست، هم محمدی که پسر من. حضرت بهش گفتن نه اشتباه میکنه، اینش اون که قام آل محمده و بعدها نیمده خیلی مونده تا بیاد. بهش توبت کرد یکی او بگو یکی ای بگو. بالاخره حضرت صادق حق بودن دیگه، حق میگفتن، میخواستن از کلش گله‌ای بیارن بیرون، اون نه تو نیست. و یه مقداری صحبت تون شد. یعنی تو این روایت رو نوشته که حتی وقعت زوزا بینهم و اجتمع الناس. روایتش هم از جهت سندم خوب است، روایت ضعیفی نیست. و اجتمع الناس و افترقا عشیتهما بذالک. بالاخره یه خورده سر و صدا بلند شدم به مردم رسید که بله یه همچه قضیه پیش اومد و سر و صدا شد. و تا شب طول کشید. حالا از کی بوده ننوشته و متفرق شدن. ضمناً در روز جلسه ننوشته، البته در روز جلسه در جای دیگه هست که حضرت اشاره کردن شما دنبال این کار نرید و به این مطلب نمیرسید. این پیرن زرده‌ای که اونجا نشسته این هست که خلیفه میشه. منصور دوانقی لباس زرد که دو برش بود اشاره به عبدالله حسن کردن که بابا شما به اصطلاح نمیخوام دنبال کار و حرفی هم که میزنید درست نیست و الان صلاح شما هم نیست. خب میدونستن که افرادی که اینا بخوان از اینا حمایت بکنن نیستن، میدونستن دیگه که حالا به وقت دیگه ان شاء الله رو برات توضیح میدم. بالاخره رفت خانه و حضرت حضرت هم رفتن خانه‌شون. صبحگاه حضرت صادق تشریف بردن خونه‌شون و خونه همین عبدالله هست. در زدن و کنیز آمد دم در فرمود که
به عبدالله حسن بگید برو بگو بیاد. وقتی که آمد دم در و خرج فقال یا ابا عبدالله ما یکر ما بکر بکر سوش به گاهیش منتشر بود. فقال انی تلوت آیت من کتاب الله عز وجل البارحه فاقلقتنی. گفتن که بله برای مثلا مطلب را آوردن پایین، فرمود که من در قرآن خواندم و این آیه به نظرم رسید. با وجود حق به حضرت صادق بوده و اشتباه میکرده و واقعا یک به اصطلاح بدعت بدی داشته برقرار میشده که از جلو این بدعت مقاسم بگیرن. گفته که امام زمان که نیست که بنده خدا شما میفرمود امام زمانن پسرامشون بود. فرمودن که این آیه‌ای که راجع به رحم هست من در قرآن دیدم و خواستم بیام که با تو روبوسی بکنیم که از من ناراحت نباشی. من گفت که آقا من هم متاسفم و عرض کنم که تقصیر من بود مثلا به حضرت دست در گردن هم در انداخت و بله خلاصه معانقه کردن و بکیا و هر دم گریه کردن و رفت در خانه. منظور امام صادق امنی اطهار در این حال که حق با خودشون بود نسبت به قوم خویش‌هاشون اینطور رفتار می‌کردن. خب این حالا روایاتی که راجع به صله رحم که حضرت در این خطبه شعبانیه در ماه رمضان فرمود یادتون نره صله رحم. بعد اشاره میکنن حضرت به حسن خلق داشته باشید، خلقتون رو در این ماه نیکو کنید. حالا روایاتی که راجع به حسن خلق هم هست یه مقدارش براتون بخونم و شما هم رو اینا فکر بکنید بعداً که ببینید که این چه رابطه داره مطلبی که حضرت فرمود. روایت اولش که از جهت سند صحیح است از ما باقر میفرمود ان اکمل الایمان مؤمنین ایمانا احسن خلقا. از مؤمنین کسان ایمانشون کامل تره که خلقشون بهتر باشه. این چه؟ بالاخره این حسن خلق چیه که حضرت میفرمان ان اکمل الایمان اکمل المؤمنین ایمانا احسن خلقا. این روایت اولش. و روایت دومش که فرمود ما یوضع فی میزان امرئ یوم القیامه افضل من حسن الخلق. بهترین چیزی که در میزان مؤمن در روز قیامت قرار داده میشه حسن خلق، یعنی از این بهتر چیزی نیست. خب روایت سومش. روایت سومش 4 چیز هست که اگر در کسی باشه ایمانش کامله. این روایت صحیح است. ابی ولاد حناد از ثقاتی همشون ثقه و امامی هستن توی سند این روایت. 4 چیز هست که هر کس درش باشه ایمانش کامله، ولو از به اصطلاح فرق سرش تا قدمش هم گناه باشه و این کان من قرنی الی قدمی ذنوبا لم ینقص ذلک. مشکلی براش نیست. و 4 تا چی هست؟ از اون فرمود به هو صدق، یکی راستگویی، و ادا الامانه، دوم ادا امانت، سوم حیاء، 4م حسن خلقه. یعنی چی روایت؟ فرمود که چند تا روایت در این باب هست راجع به حسن خلق. حدود 18 روایت 18 روایت در این باب نقش شده دیگه. خب همش که ما هم نمی‌کنیم، خودتون باید برید نگاه کنید چرا اینجور هست. حسن خلق چرا اینقدر به اصطلاح شرافت داره؟ من چی از حسن خلق؟ خب ببینید یه معنای حسن خلق یعنی حسن سریره، یعنی پاکی درونتون، پاکی درون معنی یه حسن خلق. وقت اثر داره پاکی و اول معنی پاکی یعنی چه؟ جناب عالی مثلا 15 سالتونه 16 سالتونه کمتر بشه میاد میخواد طلبه بشید برای طلبه آغاز میکنن و بقیه هم که میان تو مسجد میخوان چیز یاد بگیرن. بالاخره اونم یه نوع طلبه است. شما که الان میخواد زندگیتون در طلبه که قرار بدید درونتون رو چی حس میکنید؟
ما طلبامون اجور هستن، ما اجور فکر میکنیم و توقع همینه داریم. یه آقایون وقتی میخوان بیان طلب بشن 15 سالشه، 16 سالشه، 17 سالشه و میخواد درس بخونه، درون خودش ازش بپرسی، او که درونش هست میگه و دروغ هم نمیگه. میگه برای چی میخوای درس بخونی؟ میگه من میخوام یک آدم خوبی باشم، میخوام به اصطلاح از شاگردان امام زمان باشم، میخوام عرض کنم که در قرآن روایات وارد بشم، میخوام به اصطلاح طالب خدا خلاصه بشم و زندگیم توی راه بگذره، در رضای کامل خدا بگذره. درست؟ اجوری داره میاد جلو. یعنی چه؟ یعنی ریاست طلبی درونش نیست. نمیگه من میخوام به اصطلاح من میخوام یه آدم بشم مشهور بشم، من میخوام مثلا فلان طور بشم، میخوام قاضی بشم که عرض کنم که کل قاضی شدن عیب نداره که پول اینا هم گرم بیاد. من میخوام چه بشم اینا رو نمیگه. این میگن قلب پاک داره، یعنی خودش رو نگه داشته و کثافات رو سعی کرده ظاهر نشه، آماده شده. حالا علم که وارد میشه در قلب پاک ثمر داره، وقت به تدریج میشه عالم با عمل، خب ثمر میده دیگه تو قلب پاک. ولی اون وقت اگر راه نکنه، خدای تعالی راه نکنه و استادای خوبی داشته باشه که مرتب یادآورش بکنن، استاد که میگن یادآوری کردن، مرتب نصیحت بکنن، یادآوری بکنن، اشغالایی که گاهی میاد جلو بالاخره میگه دیگه میان جلو، از خارج از داخل درونش به تدریج عقب زده میشه. این میشه حسن خلق. خب به همین جهت بالا بیاد، یقینا خدای تعالی یه همچین شخصی رو با ایمان کامل رشدش میده. یعنی وقتی میخواد از دنیا بره اکملون مؤمنین ایمانا میشه، احسنم خلقا. هر چی که خلقش بهتر، این خصوصیات درونش، جلوی نفسش رو گرفته باشه و سعی کرده باشه که حتی رو به افراد نزنه، هر چی هم باشه رو به کسی نزنه، در زندگی در هوایش همش خدا خدا خدا. خب سخت داره، یه چیز آسونی نیست. به عیالش به بچه‌هاش خوش رفتاری بکنه و اونا رو در اذیت نندازه. ببینید یه جوره دیگه پاکی دل یه آثار داره. سوء ظن رو به کلی از کلش بکنه بیرون، نسبت به دوستانش، نسبت به عیالش، نسبت به بچه‌هاش، خود دیگه هم پاک نکنه. یعنی این یک آدمی میشه پاک، بالا میاد، میشه حسن خلق، اسمش میذاره حسن خلق و اکمل ایمان میشه. حالا خصوصیات این چیه؟ وقتی یه همچین شخصی جوری باشه دیگه خودش من نمیکنه دیگه، منی نداره، واقعا درونش اجوره. یعنی یا با او طلبه، با او آقا دیگه، او خانم با او خانم به هم دیگه نمیخوان بفروشن. نمیگه که با من بیشتر از تو درس خوندم، من یوم دارم درس میخونم، تو ملکه اومدی، من تو چی سواد داری؟ اجوره که نمیگه که. او خانم با او خانم نمیگه ما مدت ها از پای منبر هستیم، تو 3 روز اومدی، بسو بنده خدا گفت خلاصه 3 روز اومدی حال میخوای با ما بفروشی، هم شرف نمیشه. یعنی خودش قهرن تو برخوردهای چجور است؟ با سعه برخورد میکنه. سعه یعنی چه؟ یعنی دیگه چشوش هم نمیشه که برای یه جور، برای او یه جور، برای هر کسی احترامش بذاره، خیلی از نه هر کی نه خیلی کارش نداشته باشه، یه جور دیگه باشه، یه جور نیست. این میشه حسن خلق. خب حالا گوش بگیرید، یه حسن خلق اجوری یه انسان اجور داشته باشه، چقدر شرافت پیش خدای تعالی داره، چقدر پیش خدا. و وقتی یه همچه آدمی به اضافه صدق و امانت و به صدق حدیث و امانت و یکی دیگه شاید گفته چه حیا داشته باشه، دیگه گناه میکنه. دیگه چه گناهی از سر داره؟ حضرت که میفهمد از فرق سرش تا پاش گناه باشه، این موضوع دیگه نداره. یعنی دیگه همه اگر هم قبلا بوده، وقتی این صفات میاد پیش همه رو میرونه، چیزی دیگه نمونه، گناهی نیست دیگه. خب یه همچه شخصی اگر مثل جناب عالی انشاءالله یه مسجدی رو بخوای اداره بکنی،
یا افرادی رو باید چقدر اینها بارور میشن، یعنی شادمایی میشن، چقدر میتونن تو اجتماع مفید باشن. ای تو اجور باشید، یا شما طلبه یا شما جوانی که میرید تو مدرسه دانشگاه درس بدی، یک معلم باشه، هر چی باشه، چقدر میتونه تأثیر داشته باشه رو روحیه جوان ها. حالی بیارش بالاتر یه خورده به اصطلاح از ناتون بیشتر بشه، موقعیتون بیشتر بشه. فرض بکنید توی یه دهی هستید، کت خدا یه دهی نمیدونم روزا کت خدا هستن، به بخش دار شدید، بیارتش فرماندار شدید، شهردار شدید، استاندار شدید، تا بالا همطور دید، همطور بره بالا. یه همچین وضعی داشته باشید. ببینید این آدم‌ها دیگه نمیتونه غم مردم رو نخوره. آیا جی نمیتونه ببینه که برادرش، دوست برادر دینیش اگر یه همچین موقعیت داشته باشه که اینا در شدت هستن یه هم طوری خوش باشه، نمیتونه دیگه. بابا ما پیغمبر اکرم شنید یا ابوذر به عثمان گفت، دید که عثمان پول جلوش جمع شده از آوردن براش از شهر دیگه، کشور دیگه، مالیاتی که باید باشه، مال زکات و هر چی بود. یا ابوذر از شام عثمان دستور داد که بیادش. وقتی جلو عثمان ایستاد گفت عثمان اینا برای چیه جمع کردی؟ میخوای بدی به کی؟ گفت به هر کی دلم خواست میدم. گفت عجب، اینا رو جمع کردی که به هر کی دلت خواست بدی. یادته من و تو با پیغمبر بودیم، یک شبی از شبا حضرت پیغمبر خوابشون نمی برد. گفتیم یا رسول الله چرا خوابتون نمیبره؟ فرمودن اینقدر درهم پلم مونده به صاحبانش نرسوندم و میترسم که مرگم برسه و اینا به صاحبانش نرسه. این خوشت خود که یه همچین تأثیراتی رو بشر داره، رو افراد داره، جامعه رو اصلا میکنه گلستان. یعنی اونهایی که به اصطلاح یک موقعیتی نصیبشون بشه و به همین نحوه که گفتم برن جلو، واقعا جامعه بشه بهشت دیگه. خلاص برای همه بهشت، چون هم تأمین مالی داره، هم مادی داره، هم تأمین به اصطلاح خلقیات خوب داره، همونجور که پیغمبر امام میخوام. امیدواریم که انتظار بکشیم یه همچی رسید حق محمد و آل محمد که حضرت صحابه. حالا ما البته دوست می‌داریم که شما هم دوست می‌دارید که اینجور باشه. چرا؟ برای که مردم بالاخره از ما همه بنده خدا هستن، خدا همه رو دوست می‌داره و اگر شما به یه نفر که مظلوم باشه خب میگه حکایت بگو، افتادیم رو حکایت کرد، چیکار کنم؟ من دیگه آخرش الان میام پایین. الان یه چند دقیقه دیگه بسلوات داشتید. یه بنده خدایی میخواست بمیره، به نظرم گفتم اینجا یا جای دیگه، میخواست بمیره که توی یکی از کتاب هاست که یه یادم رفته کدام کتاب، و فرض کنم که یکی از افرادی که اهل مکاشفه بودن میبینه که بنده خدا بیشناختش، از کسانی بودم که ظالمم بوده، ولی تو ظلمی که به اصطلاح نتونه دیگه بلند بشه از وضع معنویش نبوده. حالا ببینید این هم تو ببینید سیاه شد از جهت معنوی ها، یعنی کس دیگه نمیدید، این میدیدش سیاه شد و نزدیکی های مرگ که دیگه میخواست جانش گرفته بشه، دید عجب خوب شد وضعش، خوب شد و دوباره برگشت و نورانی شد و حالا تو مکاشفه داره نگاه کن و میمیره. یه تعجب میکنه، میگه چرا اینجور شد؟ چند شب بعدش میاد به خوابش، یا خدا میخواسته که بیاد بهش بگه. گفت از من تعجب کردی؟ گفت میدونی که چه؟ گفت نمیدونم برای چه اینجور شد. گفت یک نفر مظلوم بود، این میخواستن اعدامش کنن و من میتونستم که این نجاتش بدم، آبروم رو گذاشتم روش، یعنی رفتم جلو گفتم هر چه بادا با
ولو که خودم هم گرفتار شد، خودم بکشم، نمیذارم بکشته بشه. و آمدم جلو و نجاتش دادم. آیا جی برادر خواهر یه نفر رو نجات داد. حالا اگر یک کسی باشه یک به اصطلاح چیکار بکنه، یک دهی رو، یک شهر رو، مملکتی رو از وضع تنگی خودشون بیاره بیرون، تنگیشون بیاره. اینا رو چقدر خدای تعالی عنایت میکنه. خدای به حق محمد و آل محمد، به حق محمد و آل محمد همه ما رو موفق بدار که آنچه که رضایت از انجام بدیم. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.